марҳамат ба иқдоми калон. پس از یک روز اقدام کلان از بانک الف جنبست می شود. آن از سنه 11 نوامبر آغاز شده تا سنه 19 نوامبر ادامه می کند. در دایره اقدام مذکور میزبان می توانند تلویزیون، ماشین جامه‌شویی، آبگرم کنک، تلفن و نوتبوک، تجهیزات معیشتی روزگار و دیگر نمودی مالها را به نسیه گیرند. مبلغش را باشد تا 24 ماه پرداخت نمایند. телефонҳои калон ва дигар молҳоро то 24 моҳ ба насия бо комиссияи паст гиред. муфассал kalon.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед. میزبان می توانند همه نمودی لوازمات ضروری را با فایزهای پست به نسیه از بانک الف دسترس کنند. فایز سالانه برای میزبان 15%، 1.5 سال 20 و 2 سال 25% را در بر میگیرد. متخصصان بانک میگویند که هدف اساسی اقدام مذکور این کمک رسانیدن به ساکنان و دستگیری میزبان در فصل سرما می باشد، زیرا آنها می توانند در دایره اکسیه و جز از تکنیک و تجهیزات ضروری اینچنین سر و لباس و جواهرات نیز خریداری کنند. در این اکسیه مذکور میتوانند تلفن خرید کنند، بی‌توجهی تکنیکا، لوازمات خانه، عموما چیزی که ضرور است میتوانند که با فایزهای پست دسترس کنند. فقط در بعضی مغازه‌ها به فایز در مدت‌های کوتاه. بله، شماره میزبانان زیاد شدگی است. نفرانی نو هم علاقه با ما پیوستگی هستند. که میزبانی نو هم نفرانی نو هم خرید کرده ایستادند. دوامی سال جاری اقدام کلان سیومین اکسی بانک الف محسوب می شود. متخصصان بانک در شهر خوجند در 4 نقطه خدمت رسانی فعالیت خود را به راه ماندند. آنها همه روزه از ساعت 9 تا 18 بیگاه به ساکنان خدمت رسانی می کنند. حالا با به راه ماندن اقدام نو صفی میزبان بانک هم خیلی زیاد شده است. آنها نیز از تشکیل چنین اقدام های بانک با فایزهای پست اظهار قناعتمندی می کنند. Я уже купил себе телефон, жене вот купил, теще 11 числа купил, вот друга привел. Сейчас покупаем телефон. Им, детям на день рождения телефон нужны, у него двое приемных, как раз он покупает. Ну, очень хорошо помогает, и не так заметно, понемножку платишь, как будто получается, что тебе телефон подарили. در عموم در ولایت سوخت متخصصان بانک الف در 6 نقطه‌های خدمت رسانی فعالیت خود را به راه ماندند. اینچنین در چندی از مغازه‌های آذوقه‌واری شهر و نواحی ولایت نقطه‌های خردی بانک عمل می‌کند. در شهر خوجند باشد 4 نقطه خدمت رسانی به میزبان خدمت رسانی می‌کند. ساکنان امکان دارند که هنگام زیاد بودن میزبان در نقطه‌های نزدیک بازار پنجشنبه و کوچه میر به فیلیال بانک در پهلوی کاخ مطبوعات مراجعت کنند. متخصصان در این موضوع نیز همه روزه از ساعت 9 تا 18 بیگاه درخواست مراجعه ساکنان را قبول می کنند. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه تلاتی خبر.